بخواد 15 کیلو اینا کم کنه. اصلا اگه دوست داشتی میتونی با من همراه باشی توی این مسیر. ویتامینایی که نیازتون اون مسیر، ورزش ها، همه چی بهتون میگم اگه دوست داشتی همراه من باشی. و سوار از اون چیزی که قراره انجام بدی بهتون میگم این که اگه قبلا 9 شب شام میخوردین، صبحونتون 8 صبح میخوردین، دیگه میایم صبحونمون رو میاریم رو 10 صبح. غذا خوردنم اولی نباید کاری کنی، نباید بدنتون همزمان به اون تایمی که داریم به نخوردن اضافه میکنیم بذاری توی شوکی بره. یه زیر مجموعی از این چیزایی که علمی خوندم و درسم بوده و بیشترشان تجربه شخصی خودمه، پس هیچ منبع علمی اینا براش نمیگم. دوست داشتین میتونید با من ادامه بدین. میگم چیزایی که شما در طول روز به عنوان چیز بد میشناسین هست میکنین، مثلا چای با قند، چای با شیرینی بدن قطع کنین که بعدن باز بره توی شوک، چون بعدن اگه بره توی شوکی مثلا شما میان قند رو حس میکنین دیگه یک خوب بدن عادت نداره، خیلی ارگانیسم‌ها به هم میزنه، فشار قندتون نامیزون میشه، به هفته روز به روز اینا کم و کمتر میشن. اگه 2-3 دقیقه شروع کنین باز استخوناتون تحت تاثیر قرار میگیره، استخوناتون هم عادت کنین از ذره ذره به استخوناتون ورزش بدین، چون خیالتون راحت باشه از ریزش مو، از بحث پوست، مو، اینا همه خیالتون راحت. ویتامینایی باید بخوریم، آزمایشایی که باید بدیم اونا رو کم کم بهتون میگم، یعنی و یه آزمایش قند معمولی بدین. بعد آزمایش تیروید هم هست اونم بدین. اگر برای تیروید آزمایش قند، آزمایش چکاب کامل از لحاظ کمخونی اینا اگر انجام بدید مطمئن باشین جواب میگیرید. دیر یا زود داره ولی سوخت سوز نداره. حالا مانجارا بزنه یا قرصی بخوری، حالا آمپول کاهش قند بزنه، آمپولای تزریقی، بوتاکس معده، هر کاری که میخواین انجام بدید با هر وزن بالا پایین هیچ فرقی نداره. به نظرم اولین روش امتحان کنید. دوستتون دارم. این لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون که از من حمایت میکنید.